دوستان عزیز سلام. امروز باید چند جارو شما رو نشون بدیم، جاروهای خصوصی که داخل گیلان استفاده کنید و به چند کاره. یک عدد جاروی دست کوتاه که این صورت جارو زنده جارو هم خیلی جاروی خوب کاربردی است. در خانه‌های قدیمی هم زیاد نبود. جاروی بعدی جارویی است که برای لاکداون فک درست جایی که در دسترسی خرید بغل یخچالی فلان در قدیم این جارو همه کسی خونه و همه این جارو همراه خاطره داره. درود. یا این جارو همراه یا این جارو همراه. این جارو بازم میشه چیزتر بود. این جارو خیلی این جارو بعدی جارو شهرداریه. بله این جارویی که داخل پاکبان‌های عزیز استفاده کنید و خیلی هم کاربردیه. از جاروهای دیگه تو تیز جارو زنه. آفرین. متشکرم از شما که این از چیزه این از تخم جارویی که از زنبیل اونم زنبیل هایی که اینم جاروی کوچک برای کشتن نون چکودن. آره برای که روی خیمه پاکا کنیم فلان کشتن. اینم زنبیل های جدید عزیز. حالا من شما پشت دوربین عموی عزیز با جلو ببینیم این توضیح ما رو بدین. بفرما. سلام خدمت عمو اسماعیل عزیز. سلام. عمو اسماعیل این جارون از کوه آره همیدو خیلی تو هم یه جاری محلی استان گیلان طرفای آستانه. بله این برای حیات های سنتیه. همون دانه دیگه. ماست چرا بزنید؟ ماست که سرما به اون نخوره مردم از زنده کنه. بله مرسی. بله. حالا شاید ماسک بگیر این ویدیو رو بگیره. الان ابن نداره. از دور است. بگیرم. سلمان نخوردم سلمان چرا ماست بزنید؟ نمیشه که سلمان بخوری اما عمل بودن واسه بودم. حالا ابن الان فیلم بدن تا غروب استشولا و بزن و هوا گرم ماست نفس گیره هوا. بگو خواب بزن. این جاری محلی سنتی که همه جاری بهترین جاریه که من با 30 سال سابقه کاری دارم. شما خودتون یا وارد کنید یا نه خودتون دوزیدی؟ خودمون تولید کنیم. تولید کنید. بله. محلی جاری خیلی جاری محلی دستساز. آفرین. خود کار. اون جاروی دیگه زنبیل شمی زنبیل بشه میذاره. اینم زنبیل‌ها میذارم بکنم. برای گرفتن نون و سبزی و بازار خانمان استفاده خیلی عالیه. قابل شستشو. بسیار عالی. خودت صنعتی عمو اسماعیلی هم ورودی بازار عمو اسماعیلی عیسی خلاص تو باید ازش خرید. خدمت شما هستم. از مردم تشکر کنم. متشکرم از مردم خوب داشتنشان. اوکی.